چگونگی زندگی یک مسلمان در خاک اسرائیل. اسرائیل یکی از جنجالی ترین کشورهاست و مسلمانان اختلافات زیادی با این کشور دارند. اما آیا می دانستید که یک مسلمان در داخل خاک اسرائیل چطور زندگی می کند؟ اسرائیل بیش از 8.5 میلیون نفر نفوس دارد و نزدیک به 2 میلیون آن را مسلمانان تشکیل می دهد. اسرائیل که به عنوان یک دولت کوچک توسط یهودیانی که پس از جنگ جهانی دوم در 14 ماه می سال 1948 از اروپا مهاجرت کردند تأسیس شد. با اشغال و خریدن اراضی اطراف خود گسترش یافته و به مرزهای امروزی خود رسیده است. اگرچه از زمان تأسیس با کشورهایی مانند فلسطین، عراق، سوریه، لبنان، مصر و اردن وارد جنگ شده است، اما این گسترش دادن متوقف نشده است. اسرائیل یهودی نشین در میان چند کشور مسلمان واقع شده و به خصوص پس از آغاز کار اولین نخست وزیر اسرائیل مخالفت‌ها با آن افزایش یافت. گوردین داویدبان نخستین نخست وزیر اسرائیل که اعلامیه استقلال آن را نیز خوانده است، در دانشگاه استانبول ترکیه میان سالهای 1912 تا 1914 از رشته حقوق فارغ شده است. داویدبان در سال 1914 هنگامی که جنگ جهانی اول آغاز شد از منطقه عثمانی تبعید شد. خب حالا به موضوع اصلی بپردازیم که یک مسلمان در اسرائیل چطور زندگی می کند. اولتر از همه باید گفت که با وجود مخالفت‌های منطقوی با اسرائیل در این کشور دو زبان عبری و عربی رسمیت دارد. عرب‌ها با زبان عربی می توانند درس بخوانند و کارهای اداری خود را انجام بدهند. سرک‌ها و کوچه‌ها با سه زبان انگلیسی، عبری و عربی نشانه گذاری شده است. اسرائیل با کشورهای مسلمان در حال جنگ است، اما مسلمانی که تابعیت اسرائیل را بگیرد از امتیازات بالایی برای زندگی برخوردار است. به عنوان مثال مساجد زیادی در این کشور وجود دارد و مساجد جدید هم ساخته می شود. با این حال طبق قانونی که سال گذشته تصویب شد، خواندن اذان صبح توسط بلندگوها ممنوع است، اما 4 وقت اذان دیگر را می توان توسط بلندگوها خواند. قدیروف رئیس جمهور چچنستان هم در اسرائیل یک مسجد ساخته است. روحانیون و امامان مساجد با تایید مسلمانان انتخاب می شوند، اما نظر به قانون این کشور روحانیون مسلمان باید از قوانین اسلامی پیروی کنند. نمونه مثال در سالهای گذشته یک مؤذن به اسم ابراهیم موسی در مسابقات پرورش اندام اشتراک نموده بود. به دلیل اینکه خلاف ارزش‌های دین اسلام به شکل نیمه برهنه به صحنه آمده بود، از سوی مقامات اسرائیلی از وظیفه برکنار شد. ناگفته نباید گذاشت که یکی از مهمترین احزاب در پارلمان این کشور بلوک است که توسط مسلمانان عرب شکل گرفته است. مهمترین حامیان این بلوک گروه‌های کمونیستی، سوسیالیستی، اسرائیلی و مسلمانان هستند. وکلای مسلمان گاهی در پارلمان نعره تکبیر سر می دهند و مسجدی هم برای وکلای مسلمان در داخل محوطه پارلمان ساخته شده است. جمعیت مسلمان این کشور را تنها اعراب تشکیل نمی دهند. مسلمانان چرکز، باشنده اصلی قفقاز که بعد از تبعید در تپه‌های جولان مسکن گزیدند و فعلا جمعیتشان بالغ بر 5000 نفر هستند، این چرکزها که به خودی خود زندگی می کنند و هیچ وقت تحت تأثیر فرهنگ عرب یا فرهنگ یهودی قرار نگرفتند، وضعیت متفاوتی دارند. آنها حق دارند در مناطقی که زندگی می کنند با زبان خودشان آموزش ببینند و در صورت تمایل معاف از خدمت جبری سربازی هستند. مثال دیگر از وضعیت مسلمانان در اسرائیل این است که ساعات کاری آنها طبق تعطیلات اسلامی تنظیم می شود. عید قربان، عید رمضان و روزهای جمعه تعطیل است. مهمترین مکان برای مسلمانان اسرائیلی مسجد الاقصی است. دولت هیچ کسی دیگر را به غیر از مسلمانان و توریست ها اجازه نمی دهند وارد این مکان شود و حتی توریست هایی که به دیگر ادیان عقیده دارند اجازه ندارند به این مکان داخل شوند. ورود به مسجد الاقصی باید با لباس اسلامی باشد. این معمولاً جایی است که مسلمانان قدس روزهای جمعه جمع شده و اعتراض می کنند. اینجا از طرف دولت اسرائیل منطقه ویژه‌ای برای مسلمان ها در نظر گرفته شده است.
آیا می توانیم تصور کنیم که در عربستان سعودی جایی برای ورود مسلمانان ممنوع باشد؟ اگر جواب مثبت باشد، به نظر شما کجا خواهد بود؟ در نزدیکی مسجد الاقصی دیوار ندبه وجود دارد. دیوار ندبه مقدسترین مکان برای یهودیان است، اما مردم و گردشگران از همه مذاهب می توانند به اینجا بیایند. و باید این را واضح بسازم که منظور از این 2 میلیون مسلمانان هستند که تابعیت اسرائیل را دارند و از جمله ساکنین اصلی همین سرزمینند. و یکی هم از اعراب سرزمین اشغال شدند که شهروند اسرائیل نیستند، آنها از حقوق کمتری برخوردارند، زیرا هنوز تابعیت ندارند و عموماً طبق قوانین مهاجرتی زندگی می کنند. آنها زندگی سختری نسبت به مسلمانان بومی دارند، اما تقریباً هیچ مشکلی بین اعراب مسلمان و یهودیانی که شهروندان اسرائیلی هستند وجود ندارد. به خصوص نسل جوان تعامل خوبی دارند و می‌دانیم که بسیاری از یهودیان می‌دانند که فلسطینی‌ها تحت آزار و اذیت قرار می‌گیرند و از فلسطینی‌ها حمایت می‌کنند. همچنین یک بخش بزرگ از اعراب و یهودی‌ها هم وجود دارند که هر سه دین را می‌پذیرند. عموماً مشکلات در 2 دین بین دینداران رادیکال و دولت‌ها رخ می‌دهد. حتی سازمان ملل و پارلمان اروپا اسرائیل را به عنوان اشغالگر در سرزمین‌های فلسطین و در برخی از مناطق اورشلیم اعلام کردند و با وجود تحریم‌های زیاد کشور اسرائیل قدم عقب نمی‌گذارد. حتی وقتی شهر قدس را پایتخت خود اعلان کرد، اروپا آن را به رسمیت نشناخته و تقریباً هیچ کشوری در قدس سفارت ندارد. سفارتخانه‌ها به جای قدس در تل‌آویو مستقر هستند. قدس آنقدر شهر پیچیده است که حتی اسم قدس باعث یک اختلال روانی به نام سندروم اورشلیم می شود. از آنجایی که یکی از مهمترین مراکز 3 دین ابراهیمی است، این سندروم سالانه 200 گردشگر از جمله گردشگرانی که به اینجا می آید دیده می شود. به طور خلاصه، این سندروم می تواند به این باور که وظیفه شرعی دارد و اغلب در بین توریست های مسیحی دیده می شود.